رفتم به دروازه شهر نو، رفتم به دروازه شهر ملک، بلم همه کلک خود به پینکشون وازشته و بردم بلمه. رفتم به دروازه خندار، بل خور کردم دراز خود به نه این همونی بیت کو. رفتم به در بخوشت، مردم گفتم گلر ترش بخور. میامه دیگه سرخی 20 ساعت معطلم. چی مستی برو جز انگشتی بیای دیلا که دیر بیای سرزمین ها خیلی یاد بیرون اویدم به نانای زنگ زدم گفتم میفهم چی؟ بگو بیلول میداریم اون رو میبینی شرشر میکنه. خب انا بلا بالا کنجتا با بالا کنجتا قد کو بزه بالا سبستا. خب انا که من میرم به خونه خوشو چه کاره؟ خوشو به خونه خسر خونه بری ها دیگه پا با کجا میرم؟ ما بیام اینجا سرزمین ها بشینم که گلک برار ما بره به خونه خسر خو گلک سیکو برار خود ما و تونی کلا کر به پیش خو غیدی کو کوکولا همین مندیل خو به پیش خو غیدی کو خب سیکو این کارو خوبیت نداره. همین مردم قدیم راست میگفتن سنگین برو سنگین بیا صبح برو پیشین بیا. حالا کم تو هر روز به خونه می خسور خونه رو برارم خود بیزت نکو. همین خسور تو 3-4 دفعه طالب بگفته میگی لگ میره میایه چی گفته یاد از این کارا خوری علکو. به فکر کارمدار باشو، به فکر همی زمینا شو، به فکر همی گوسفندا شو، به فکر ازی شو که سبا روز عروسی کنی، فکر خونی زندگی عدل شی بیشته بشی. ایتا نکو برارم که هر روز میخزم میرو که چه کار شه خلا شد دیگه همه مطلبا. خداحافظ. یعنی کی پیشین رفتم صبح بیامدم؟ یعنی زود نرو هر روز نرو میری چه کار کنی بابا ما هفته 3 شب میرم. مبارک بیخی کم میری هفته 3 شب. یک هفته 9 شب نیه. یک هفته 9 شب به کجای گیلن آدمایی که نمزاد دارم با ما یک دفعه به خونه خسور خونه میرم تو به هفته 3 شب میری که چی در پکاکا. ما که هر روز دست خیلی میرم به اونایی که میرم چیز میزیم ما که نمیبرن که تاون کنم. نکن عدی بیشتر خود که بیزت ما تاون میکنیم. تاون نمیکنیم. مهم اینه که گیل اگردش تو پی میایه هیچی میشی. و اگه خوشیم و خسور ما خودم گپ نمیزنن خوشامد نمیکنن نسبت به جان و نفس میگه برو بخیر. خو همینه که تو نمایه همینه که بیزت چونی میبینی تو تحویل نمیگیرن خودی تو خوش آمد نمیکنن سلام حق خدا خودی تو نمیکنن. صبح برو میگه پیشین بیا کی رفتم به پیشین. وای تو دیگه میادی داره دنیا خودی خود چی ببینی؟ چی؟ صبح پیشین نمیرم من. بابا هنوز نرو برو نکو. آبا چی که؟ بابا اون بابا بلد تو افتادن دختر خوب تو دادا ها؟ چون که بخرج خونه من نداشته ورداشته چی دارم هر شو گروته؟ تو سیگو تو بشی برو نکو. توبه خدایا توبه بگیریش تو به آب برار افتادیم ما عزی خیلی ما نمیبینیم. هنوز که نمزاد داشت رفته کف شب 6 شب به خونه خسر خونه به بلا عزی افتاده که دختر خوبری عزی داده نیم ساعت به سرزمین ها بشی زنگ داره که بخی بیا که ما به تو کار دارم که من برم مثلا خسر خود مبارک باشه. تو سیگوی چه کار میکنه او خوردگه یک کس بشتم هر روز معصر نمیشه گاهی وقتا توخه هم هست بسن دومات با من رو زنده باشه مشناسم من. ایشتا نمیشناسیم به جا آوردن اما چند که شما میزنمه خاطر سوال از اینجا تیر نشدیم مدام از اون پیچه تیر میشه شوخه بیا رفیق بیا که تو کار دارم خیلی میگم تو آدم شوخی خیلی آدم زیقی من نمیزنه بر مشناسه خسر من چه زن تو به مدت همه زروقت که تو دومال از اینا شدی تو یک 200 دفعه که از این که تیر شدی هر روز میری میای اشته تو نمیشناسه هفته 3 روز بیشتر نمیام. میفهم کم میای من مشناسیم ماما. اشته نمی هفته 3 روز گفتی اسمم چیه؟ اسم شما به اسم تو جی همین تو اسم عتیقی جی گلک اسم شما چیه؟ اسم من رمضانه رمضان لگ
نه دیگه اون لگلگ از خیلی؟ تو لگلگ از تو به تو اسم خسرو بلدیم نوروزه نوروزه. نوروز ماما نوروز تو ماما منیه نوروز خیلی روش کو خطما روش کو که تو با پاتو میخوری روش کو تو زمین میخوری روش کو یا دیگه اون علفا خود بخور دیگه ایمه نه تو علف نمیخوری تو کابیده میخوری خدا حافظ میگم بیا اگه چیز دیگه همین به نظر تو خیلی زود نمیایی به مثلا خسر خو میگه شیرین برو شیرین بیا نه که صبح برو پیشین بیا برارمه ما هم نمزددار بودیم رسم رواج نمزدداری همینه که هفته یک دفعه اگه واسه خیلی خوب نیه هفته بیشتر خبر چی نیستی تو عزت احترام تو کم میشه با خود خسر تو اون نمی کنیم ما هیچی ناوردم همین که هیچی نمیاری آدم میاری عزت احترام نداری وای وای مردم قدیم راست گفتن که شیرین برو شیرین بیا نه که صبح برو پیشین بیا این هم اسم نمزدداری بفهمیدم هر روز که دلتنگ میشه میایه به سر خسر خود کاش که با مامان نوروز میمون ماسته باشه دختر عروس کرده خودمات خودم با طور مایه بخیر بله بخیر خیرم السلام مثلا دیگه میگی دیوال پیش استاده بدون من هم لبه می گفتی سلام علیکم کوکا موندن نبشی یا فرض سال خودم خوش آمد کنی سلام کنی تو دیگه دمرا میری راسته میری بسرا میری میگی که دیگه پلیس کشتی خب ما چیزه دیگه من دیدم شما به دم داره دیگه پریشو شما ندیدم من بگو هم یک موندن نبشی یک سلام علیکم یک نبشی بزنی پریشو شما ندیدم دیشبا نرو شوا خب بدید کی گفت نه خوش آمد نکردن تا خونه تا که بیامدن دست شما ایته شد ایته نشد خب میگو شما هنو روی من بیش نکردین میگو تو چی فکر کردی خود رو چی؟ مطالعه قدیمه صبح شیرین برو شیرین بیا نه صبح برو پیشین بیا مطالعه قدیم صبح برو پیشی چی؟ شیرین برو شیرین بیا صبح برو پیشین بیا او حالا که صبح پیشین نه میگو با ماه 4 هفته میفهمی یا نه ای تو خوب طور سرخلاص کنم گیله یه هفته میایی و هم دست پر میایی دست خیلی نهی که ای تو چی بیارم مثلا؟ هرچی گوش بیار برین بیار روغن بیار میوه بیار چی دست خیلی میره هر شهر چی گپه ایگو پلیس کشی تو به خرج سا وردی شو کاکا برو کجا؟ برو خونه خو مامالا خونه خواهمدا برو کاکا برو همین که تو گفتم با ما 4 هفته یه هفته میای دست بیر میای که دست خیلی نهی که تو رو مکار مسرا خب ما میرم به پیش نزبت خو برو نمزاد هم نداری دست خیلی میای فقط تو ندیدم تو به خرج سا وردی شو کاکا ای تو دست خیلی میای میفهمی برو میگه برو میگه راست سب بگنجی میای اینجا با دوش هسته شو همه اینجا نفسه که فقط میگه که ندیدم سه که بزنه خراب کرده جور باشن گیله بخیری تیار خوش بیا اینجا بیا شما کنیه نه بیا سگ نیه نه بیا دلجا تیر می شده مامان از اینجا دیدم دم باخچه شتنی گیله شتنی جنجر که مگل خیلی حتی جنجر سیار هستی ترکتور هستو نه عارفه خراب شده این خراب شده مگر تیار خوی یا مگل جان در رفیق گپی بگم بیا برین تا دست را کاکا خو چرا با چه کاره خوشورمه چه کاره با تو با کارا مردون چی کردی حال گپ خود خور بگو چی می تو با خونه کاکا می خونه خوشور خواهمدم خب ما گفتم که تو ما زده بر اینجا مگل مرا عماله با ما میگه پیشین برو ما چون پیشین برو گرمی بیا تلخ برو شیرین بیا ما گفتم من لگ دشتک به سرا نبرم پیش نزبات خو برم
تو برو آزادی یعنی بیا برای من زهرا بگو که گیلک بچه خوبیه، گیلک شاهزادیه، گیلک نقل مجلسه. نظر از من تعریف خیلی بکن، تعریف کو خیلی بگو. گیلک اصلا به دنیا افغانستان پیدا نمیشه مثل تعریفی گیلک. هم هستی گیلک جان. آفرین، زنده بشی. انا یار حال ایله درد از این کارو. انا بگو بس کنه مال بگذاره به سراخ. چرا اول تو رو بدر کرد؟ آمان در سراغ. اول خاله میری تو. امیت که اختلاط نکرد مدر من میگو گیلک خاله میره به خونه خسرو خو. نه خیلی نمیان، خیلی سه شیو بیدم. به یک هفته 3 شوی بودی تو. سه شیو، بعض شیو 4 شیو، بعض شیو 3 شیو. غیر از این شیوی که انا چیز بود خسرو من ناجور بود 5 شیو بستم. به نظرم دست خیلی هم میری. تو چی خبر داری؟ مدر من اختلاط نکرد که گیلک دست خیلی میایه. مدار فکر کنم خود خسرو نه. خب میگم برای او. بیا بره. کجا برو؟ همون زبان در سراغ خسرو بگو که گیلک بگذاره. گیلک جو او کاکا منه. خب با خدا پیره اخلاق نداره. چرا؟ او عمال گشنگی میشه خونه اینا لورس میره. سایکو. تو طور خاطر امی هم نمایه که عباد دست خیلی هم که بری که بیخی نمایه. ما با سال یک دفعه خونه اینا نمیرون. تو 24 ساعت اینجا پرتوی بی از این طور نمایه. او گفت که صبح برو پیشین بیا، گرمی بیا شیرین بر. یعنی چی؟ او همه استاتومیت چیز نشیه گنسه با. چی گفته او به من؟ او سرقیه کاکا. سرخی. دل ارجام که دوماب داره. او گفت که چون صبح برو پیشین بیا، ما چون نمازگر بیا. او مثل که مطلع قدیمه گفته. چی گفته؟ گفته شیرین برو شیرین بیا، نه که صبح برو پیشین بیا. میگو همه تا میگم تو نشه کاکا. همه تا گو نیه. انال تو هم میفهمی اشته میری با ما یک دفعه ایلا 2 دفعه برو هم دستپور برو همه تا گو که اینا خاله مردم چیز هم دستپور بری. حالا همه به جلال تو نمیرم اما خود کاکا خود جورم نیون. اولا من صبح میرم پیشین میایم، شیرین میرم تلخ میایم. بله